مراقبت‌های بعد از سطو البته بستگی به این داره که از چه تکنیک استفاده کردی، قلم بلد یا دستگاه. بچه‌ها میدونید که مراقبت‌های این دوتا خیلی با هم فرق داره. اول بریم سراغ بلد. اگر کار با دستگاه بلد انجام دادی، به هیچ عنوان چربش نکن مگر اینکه پوست خیلی خشکی داشته باشید. تکرار میکنم، پوست خیلی خیلی خشک. تا 2 روز حمام نرو، نه به خاطر اینکه آب به سطح پوستت میخوره، اتفاقا خوب آبرسانیش بکنی، به خاطر اینکه حمام محیطی هستش که رطوبت داره و تعریق زیاد و باکتری امکان داره که کاشت ابروتو ضعیف کنه. و نکته آخر، کندن و خاروندن توی ابرو نداریم بچه‌ها، به خاطر اینکه عامل اصلی ریزش رنگ همین کندن و خاروندن مشتریاست. بریم سراغ مراقبت‌های با دستگاه. برای بلد هر چقدر گفتم که چربش نکن، اتفاقا برای دستگاه باید مدام چربش بکنی، ولی در حد رطوبت رسان، اونم با پماد آی چشمی. توی قسمت لب یادت نره که هم قرص تبخالو بخوری، هم همیشه خدا لبت چرب باشه، چون یکی از عواملی که باعث ترک لب میشه همین چرب نشدن لب هستش. بریم سراغ چشم که هم باید چربش بکنی، هم باید رطوبت رسانی انجام بدی. شده این موارد رو به مشتریت بگی و مشتریت انجام نده و تو به مشکل بر بخوری، بیا این زیر برای من بنویس.